فرزندی اشونی روشن دخترم هفتمیم ششمیم از چنین پدر و مادرم بسیار میندار هستم که ما رو در زندگی اول مستقل رسوندن و همه هنر و همه کاملی زندگی آموختن و به شوهر دادن. پدرم مختار توکل چندین سال است که معلمی همین مکتب است، همین قشلاق است. از چنین پدر هر جایی که میشینم فقط سخنای نیک میشنوم. از چنین پدر بسیار فخر میکنم. همیشه کجای شینم اول سخنی پدری من به نیکی میبراید. از مادر جانم چنین، از یارو برادرانی که در این گیردی یک دسترخوان ما همه جمع آمدیم، همه ما از همین پدر و مادر نمونه شدیم، از همین پدر و مادری که ما را تربیت کردن. و چنین پدر و مادرم گفتنیم یا رب دلی بازشته، یا رب دلی بازشته، هم عمری درازشته، فخرشته و نازشته تا فخر بود ما را.